تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. اگه آشنا شده رمز رو میشنوی، چون رمز گشوده نیست اما راز گشوده گوش نیست. نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اون پیغام سروش وقت همون از راز میاد. راز وقت شد دیگه سکوته. وقتی که رسید به مقام راز اونجا سکوت، یعنی مهر سکوت بر لب بزن و سکوت کن. حالا من یه حدیث برات بخونم که بعضیا شنوندگان ما فکر نکنن که ما بافتیم این حرفا رو. آخه بعضی شنوندگان فکر کنن ما اینا رو میبافیم. اجازه بده من یک حدیث در پایان کلام بخونم. حدیث معتبره. معصوم میفرماید اذا بلغ الکلام الی الله فامسکوا و انصتوا. وقتی رسید کلام به خدا، الله میگه یعنی به ذات حق. تو صفات میتونی حرف بزنی، حرف بزن تو صفات، رحمان، رحیم، بصیر. وقتی به ذات رسید میگه سکوت کن. لا تحرک لسانک لتعجل. اینجا میگه انصتوا، لتعجل، یعنی سکوت کن. سکوت کن، انصتوا، سکوت کن. حالا چرا میگه سکوت کن؟ اینجا من یه نکته در این حدیث بگم خیلی مهمه. بعضیا میگن فقط معصوم دستور سکوت داده. بله دستور سکوت هست، ولی امر مولوی نیست، امر ارشادیه. میدونی چه خواهد بگه؟ نه اینکه تو حرف نزن، نگه دار. نه، حرف بزنی هم فایده نداره. یعنی اینجا سکوت واقعیه. نمیخواد بگه فقط نفس نکش، حرف نزن. حرفم نزنی خوبه، خب حرف نزن در ذات، اما حرفم بزنی بیهوده است. توجه نکرد چه نکته دارم میگم؟ بله. من امر ارشادی، انصتوا رو امر ارشادی میدونم. نمیخوام میگه من دستور میدم حرف نزن، چه بسا حرف نزنی ولی درد خلجان داشته باشی. میخواد بگه اینجا اصلا دیگه حرفم بزنی فایده نداره. سکوت، انصت، این امر ارشادی من هم میکنم. این نکته بود عرض کردم و کمتر کسی این نکته رو گفته. این نکته که عرض کردم کمتر سمت عرفانی یعنی دیگه تو بگی نگی فایده نداره دیگه. با سخن حل نمیشه دیگه، با سخن حل نمیشه. نه با سخن حل نمیشه، با اندیشیدن هم حل نمیشه. ذات رو دیگه راه بهش نیست. این رازه.